باشن. خب همه این سختی‌ها و همه این بالا و پایینا و همه این فراز و نشیبا الان از شما یه آدم راضی درست کرده. راضی از زندگی؟ آقا راضیم. تو در خونه خدایم راضیم. چرا راضی نباشم؟ من چون خدای خودمو واقعا فرشته‌ای که به من داده با دنیا عوضش نمی‌کنم. اون تمام سختیایی که کشیدم، تمام چیزایی کشیدم. نازنین واقعا فرشته؟ نازنینم فرشته، دو تاشم فرشته‌ن. امیرعلی من باز یه فرشته‌ایه که نه سواد داره، سواد خواندن نوشتن اصلا نداره. چند سالشه امیرعلی؟ 13 سالشه. چرا نذاشتین بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت. صحبت کردن اصلا نمیتونست. نمیتونه حرف بزنه. اوتیسمه و اینم تو سن 3 سالگی 4 سالگی متوجه شدیم. کی فهمیدین 3 سالگی؟ 4 سالگی ما متوجه شدیم، 4 5 ساله بود که متوجه شدیم که بچه اوتیسم داره. اصلا این کلمه اوتیسم ما قبول نمی‌کردیم با خودمون. خب حافظ کل قرآنه. چطور؟ حافظ کل قرآن. چطور؟ یه ذره بفهمیم یکم. چطور؟ به هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده. اصلا فقط من صداش کنم الان. اشکال نداره تست کنیم. صداش کن آقا. امیرعلی جان. آقایون حسن این صدا کن امیرعلی. میشنوه ها ولی واکنش نداره. من اوتیسم به این میگن دیگه. اوتیسم امیرعلی الان با گوشی داره چی کار میکنه؟ دعا داره گوش میکنه. دعای جوشن کبیر. خب شما میگی که سواد نداره، چجوری گوشی رو باز میکنه؟ رمز گوشی رو چجوری باز؟ ما باید رمزش براش باز کنیم. یعنی اگر الان گوشی رو قفل کنی خودش نمیتونه باز کنه؟ نه میده من براش باز میکنم، میده مامانش باز میده، خواهر کوچیکش براش باز میکنه. هیچی هم نمیگه، فقط گوشی رو میده. آره. خب ما 2-3 مدل اعجاز این شکلی در محفل داشتیم، ولی امیرعلی واقعا استثناست، یعنی از همه اونها هم متفاوت تره. ادعایی که داریم میکنین رو میخوایم اینجا ثابت کنیم. بله. چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم. امیرعلی چیکار میکنه؟ قرآن زحمتشو بکشین بیارید اینجا. خب و خطشو براتون پیدا کنه. یعنی جایی که قرآن رو ما داریم پخش میکنیم و میشنوه باز میکنه اصلا قشنگ شما رو امتحان کنیم. توکل به خدا ان شاء الله. سفر میاره. سواد نداره، تکلم نداره. یعنی ما اگه یه کتاب دیگه ای رو باز بکنیم بگم اینجا رو بخون نمیتونه. نه فقط قرآن. تکلم نداره دیگه. نمیتونه بخونه. فقط قرآن. خب من برای اینکه این راستی آزمایی دقیق باشه حسن جان، حامد جان رو دعوت میکنم بیان بالا. بفرمایید. دوربین ما هم بیاد بالا. بفرمایید رفقای ما بیان برای تصویر گرفتن. بفرمایید. تصویر رو برای اینکه همه ببینن ما روی این وال روبروتون نمایش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته. تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد. حامد. آقای استاد قرآن دستتون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. بریم بسو پخش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أنما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آقا حرف بزنید. چی بگم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین. دقیق دست میذاره. آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیه؟ بخسته. امیرعلی. سلام. امیرعلی. الله اکبر. چی میشه؟ چیزی تو گوشش کسی میخونه؟ نه آقا هیچ. نه شما خب
باید جایی تست برد. این شاید سریع هم پیدا میکنه. بله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اکبر، الله اکبر. امیرعلی سواد نداره، امیرعلی اوتیسم داره، تکلم نداره، معلوله و فقط با شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده‌اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سوس گردیده. آورد آیاتو. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر، الله. به نام خداوند رحمتگر نیکبان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیازشگر باش و از او آمرزش ها که وی همواره توبه پذیر است. الله اکبر، الله تبارک الله احسن الخالقین. سوره نصر. بله خدا من تلویزیون اگه می‌دیدم تو برنامه محفل می‌دیدم باور نمی‌کردم اگه اینجا تا اینکه خودت اینجا ایراد داری. باور کن منم باور نمی‌کردم. من هنوزم باور نمی‌کنم. یکی دیگه بریم بچه‌ها، یه ترجمه دیگه بریم. ترجمه بریم دوستان. به نام خداوند رحمتگر نیکبان. آسمین با خدای نیرومند حکیم سوی تو، خدای نیرومند حکیم به سوی تو. الله سوره شورا. الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یا الله. هر کس به معجزه باور نداره و ایمان نداره، معجزه الان روبروشه، ببینه معجزه رو ببینه. اونایی که میگن از وقتی دوربین اختراع شده دیگه هیچ معجزه‌ای نیست، الان با دوربین دارن میبینن. دیگه اینجا کل ملت نشسته دیگه. ماشاءالله امیر. اینا که دیگه هستن باید ببینن دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آصف جلال بشین، آصف جلال قرآن تو ببند جلوی دوربین ما، قرآن تو ببند. بچه‌ها دوربین آصف جلال رو میگیرن. بده یکی از حضار پشت سرت، قرآن تو باز کن. نه ببند قرآن. ببند حاج آقا، باز کنین قرآنو. الله. باز کنین. بخون آصف جلال، بدین با آصف جلال. آیه اول سفر رو بخون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله اکبر. 141 دوربین ببین. حامد الان حافظ کل دیگه. اگه آره بخواد پیدا کنه حامد که میبینه 20 ثانیه زمان میده. اون 2 ثانیه پیدا میکنه. الله اکبر. دخترم بگیر قرآن. یه جا رو باز کن. بگیر بالا. نه ببند قرآنو، ببند، بگیر بالا، بلند شو بایست. قرآنو باز کن. بخون آصف جلال اونجایی که باز کرد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا. الله. صفحه 432. الله. دوربین نگاه کن. نه تنها دوربین، ایران نگاه کن. نه تنها ایران، تمام دنیا ایران کن. نگاه کن. نه تنها کل دنیا، فرشته ها، ملائک، شما نگاه کنید. فتبارک الله احسن الخالقین. میشه منم یه امتحان بکنم؟ بله بفرمایید. شما باز میکنید. بیستین خانم، بیستین. قرآنو بالا بگیرین که دوربین ما ببینه. الله. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها
قوما آخرین. آور تمام. الله 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 اکبر. الله. صفحه رو صفحه 323. صفحه 323 ببینیم. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حاج احمد بیا این طرف. بده من من باز میکنم میدم شما. بدم بیشتر از این مثلا میگم اینجوری اشکال نداره. همونجا باشه. دخترم شما این قرآن رو بالا بگیر، رو به دوربین باز کن. اگه چیز باشه بده باشه کسی بهت بگه حاج احمد بخون. نمیتونه اصلا با این سرعت. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله 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 الله. صفحه رو بگو حاج احمد، صفحه رو بگو. 454. این صفحه 453 454 صفحه‌ایه که امیرعلی باز کرد. الله. شما هم بلند. دیگه تست بیشتر از نه این. به نظرم دیگه من نفسم بند میاد. یک کلمه هم نمیتونه بگه، هیچ نمیگه. هیچ نه حرف میزنه نه هیچی نه صحبت. کارهای شخصیشو میگن اصلا نمیتونه انجام بده. می‌خواستم بپرسم کارهای شخصیشو چه جوری انجام میدین؟ آقا بردن همون که قبلا کوچیک بود مادرش میبرد، الانم که دیگه اولش رو من انجام میدم، برم همون میارم. دستشویی میخواد بره، من باید برم بیارم، مامانش باید بره خب بیاره. نشانه دستشویی رفتن چیزی هست؟ فقط دستش جلو اشاره میکنه میگه من میخوام برم دستشویی. آره خوابش میاد یا گرسنه نشه چی؟ گرسنه نشه خودش در یخچال باز میکنه، باز میذاره که ما بفهمیم گرسنه. زیرسفری بغل میکنه برام داره میاره اینور میره. خسته از خوابش میاد دیگه اونجا دراز میشه خودش استراحت میکنه فقط. آره کسی با اشاره. الله. آقای قاسمی چی می‌خواستین بفرمایید؟ اولا از خدا که بعید نیست، یعنی قدرت خدا همه چیز آیاته، ولی برخی وقتا خدا یه آیاتی رو میکنه، یه حجت‌هایی رو میکنه که دیگه حجت رو تمام بکنه دیگه، یعنی بگه که چی میخواستی دیگه، برای اینکه باور بکنی. ایشون یه معجزه است. الان معجزه یه حرف محال نیست، یک خارق عادته و ایشون واقعا همه عادات ذهنی ما رو از بین برده. البته واقعا یه چیزی حالا باید یه خورده بیشتر بتونم با امیرعلی دستشو که اینجوری میکنه، به اینا میگن شهود یداوی اصطلاحاً. شهود یداوی داره. برای همین دستشو اینجوری میکنه، بعد دستش هم رو قرآن میکشه. ما حتی داریم که میخواید قرآن بخونید خط ببرید، یعنی دستتون رو قرآن بکشید برای اینکه شهود یداوی هم پیدا میکنید. حالا حجت خداست، این شهود یداوی هم خدا بهش داده دیگه. چی بگم مثلا چی باید بگم مثلا؟ من برام عجیبه واقعا. آقای موسی زاده، جانت امیرعلی 13 سالشه درسته؟ بله 13. چند سال شما این ماجرا رو متوجه شدید؟ 8 سالگی یا 9 سالگی متوجه. 9 سالگی. من دوست دارم مادرم صحبت بکنه. بذاری میکروفون بیارم. امیرعلی ولی از اونجا قرآن میخونی میشنم. آفرین. و صفحه‌شو میاره دست میذاره رو آیه. یعنی چی؟ منم با نظر شما موافقم که حافظ نیست. یک اتفاق دیگری داره میفته، داره شهود میکنه. بله. یعنی کسی ترجمه رو بدونه، ترجمه رو بشنوه، چیزو بشنوه، صدای ما رو نشنوه، قرآن رو بشنوه. ای والله. تو خونه تلویزیون این حجت خداست. همین تمام. تلویزیون ما روشن می‌کنیم می‌زنیم آقا مثلا برنامه‌ریزی نگاه کنیم، کنترل برمی داره زن شبکه قرآن. هم من هم مامانش هم خواهرش که این کوچیکی درکش میکنه، واقعا درکش میکنه. به قرآن نگاه میکنه دیگه میره دنبال درس مشقش. امیر علی سلام. جواب سلام نمیدم، فقط قرآن. شما اون رباه رو نخوردی؟ نه من جنگ با خدا، اون جنگ رو نرفتی، جنگ با خدا. برجد خدا اینجوری مقدر کرده که این بچه رو هدیه بده. بله جنگ با خدا رو نرفتی. یا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. دیگه حرفی واقعا برای گفتن نداریم. یعنی به نظرم اینجا
سکوت کنیم و به معجزه خدا فقط نگاه کنیم. همین. از طرف برنامه محفل آقای موسی زاده، از طرف برنامه محفل، بله، خانواده عزیز شما نازنین زهرا، امیرعلی مادر و امیرحسین که خدمته، میتونم امیرحسین هم میتونه، همتون مهمون ما این یه سفر کربلا. همتون مهمون ما این یه سفر کربلا. مهمون امام حسین یعنی ما چیکاره؟ کربلا اصلا رفتم قبلا؟ نپرس. شما کربلا مشرف شدین؟ نه، داریم میریم کربلا. اصلا نرفتین؟ رفتیم تا چیزو برگشتیم ولی نرفتیم. ان شاء الله میریم کربلا. ان شاء الله ان شاء الله. پناه عالمی و حسین جان، پناه عالمی و جز تو هم پناهی نیست.